حاجی هم که بخوای بشی میتونی قلب خودتو مکه نگاه کنی و دورش تفاهم کنی با عشق. آره خلاصه که اتفاقا پیروزا اینجا میریم پیش بچه ها کلاس آواز، دوشنبه کلاس آواز داره پارسا جان. بعد داشتم صحبت میکردم دیگه، مثلا میگفتیم خب برای چی الان من خودم شخصا حالا توی این قسمتی که الان قدم گذاشتم، به جز این که هدفم از روز اول، حتی روز اولی هم تو همون رستوران قبلی هم که بود آقای محمد گفتم و نشستیم در مورد کلاس آواز صحبت کردیم، گفتم من دلی میام و هر قدمی هم که برمیدارم حتی از رقصش تا خوندنش فقط عشق و اینکه در کنار هم ما ایرانی‌ها یاد بگیریم در کنار هم بودن رو و عشق به هم دادن رو و از یه سری بودایی که ما خیلی آدمای آگاهی هستیم، ما از یه سرزمین عشقیم. میبینین که استوریایی که میذارم چه چیزایی، همه چی از ایرانه. نه اینکه مثلا من بخوام الان خود ستایی کنم، فدای شما بشم عزیزم، شما خودت عالی هستی، مثلا بگم ما ایرانی، نه اصلا این کره زمین، این قسمتی که ایران بوده انگار که آغاز زندگی یه جورایی آگاهی خرد از اونجا نشأت گرفته و اینو از ما گرفتنش. همین الان هم تو عرصه های هوشی و ضریب هوشی ایرانی ها خیلی بالان داریم، میبینیم اینو هر جا که هستن، در هر جای دنیا هستن، واقعا نقشای خیلی مهمی رو دارن توی زندگیشون، حالا تو عرصه هر کاری حالا حتما نمیگم دکتر، نه، تو هر کاری بهترینشون رو دارن ارائه میدن. حالا از کسی که داره توی رستوران ظرف میشوره تا پرستار، تا دکتر، تا پشت میز نشسته، مهندس، همه هر جا میبینیم تک فردی بهترینمون رو داریم. چیزی که از ما گرفتن با هم بودن رو از همون گرفتن. مثلا اینجا روز شنبه یه برنامه توی شهر بود، البته ایرانی هم برنامه داشتن برای خودشون، مثلا میگفتم خب چرا ما اینقدر غذاهای خوشمزه داریم، چه قرفه ما نداریم، این غذاهای بیمزه مثلا کشورهای دیگه واقعا خب غذا اینقدر غذای ما تجربه روش بوده، غذای ایران. الان همین رستورانی که این دوست عزیز ما زده که من همیشه آرزوشو داشتم و همیشه میگفتم خدایا یه رستوران توی این نروژ بزنن، این نروژیا بفهمن غذا یعنی چی، که الان اون اتفاق افتاده که اون هفته میگفت انقدر نروژیا دارن میان اینجا و لذت میبرن از غذا که ستاره های زیادی گرفته. گفتم خدا رو شکر که این اتفاق افتاد که مثلا یه کسی باشه یه سرویس خوشگل، یه غذای خوشمزه، تا ببینن غذا یعنی چی. و الان اون اتفاق افتاده. الان ما هم داریم چیکار میکنیم؟ ما هم الان یه تیمیش کوچولو شدیم و واقعا هم هممونم دلی، نه کسی پولی به ما میده، نه اصلا مسئله مادی اینجا این وسطه، فقط میریم که در کنار هم با هم بودن و همکاری رو یاد بگیرم. حتی خود من آرزو باید یادش بگیرم. و اینکه یه اخلاقی هم که من دارم بیرون بچه‌ها مثلا میبینن یه دفعه من با یکی سلام علیک میکنم، بعد میگم میشناسیش؟ میگم نه، ولی میدونم ایرانیه، مال کشور خودمه، خب چرا عشق ندم؟ هرچند که من نگاهم بی‌مرزیه، میگم انقدر به اون خرد و آگاهیه برسیم که اصلا مرزی توی این دنیا واقعا نباشه. چرا هی ما باید بگیم فلانی افغانیه، فلانی نمیدونم سومالیاییه، فلانی آلمانیه، فلانی آمریکا؟ نه بابا، اینا دیگه خیلی مال سطح شعور پایینه. شعور وقتی میره بالا اجازه نمیدی نظر منفی بدی. ببین هر کسی تو هر کشوری که هست بنا به شرایطش اگه رو خودش کار بکنه و تو محور مسیر عشق و نور بیفته و شعورش و خردش بره بالا، نگاهش خیلی عوض میشه. اولین چیزی که یاد میگیره عشق به خوده و انقدر لذت میبره از حتی درداش. حتما من میگم
لذت این نیست که همش آدم در حال همه چی داره زندگی دیگه. حالا مردن از نظر نگاه ما انسان ها، مرگ هست، زندگی هست. من که مرگو میدونین، بارها گفتم چجوری میبینم. اصلا نگاه من اونجوری نیست. اصلا مرگی وجود نداره. تغییر شکل از حالت بود فیزیکی این انرژی در میاد. و اینکه مرسی، ممنونم بچه ها که اینقدر خوبین، خودتون خوبین و لذت میبرین. اگرم حرفی من میزنم اصلا دوست ندارم از روی این منیته باشه که آرزو مثلا یه 4 کلمه قلم به سلم به کنار. نه، دوست دارم همش از اون فرکانس عشق بیاد، چون همش دارم شفقت رو کار میکنم. حتی کلامی که ما میخوایم برای هم بذاریم اگه با عشق نباشه به دل نمیشینه. اگر بدون این باشه که شفقتی توش باشه به دل نمیشینه، حتی به دل خودم هم نمیشینه. پس سعی میکنم کلمات یا حرفایی که واقعا آدم حس میکنه انگار یه انرژی که هست با من، اون من بر سر، از اون نشأت بگیره که همش عشق باشه، فرکانس خوب باشه. یه عزیزی میگفتش که خوب نیست همه چی رو مثبت ببینی. گفتم چیش بده؟ واقعا چیش بده؟ چرا بده؟ من میتونم تضادها رو نگاه کنم و بیام همون چیزی که یه شخص دیگه میگه منفیه، من الان دارم رو کیمیاگری کار میکنم و میگم خب اگر اینجا یه همچین چیزی، یه شخصی اومد، همه قراره همدیگر دوست داشته باشن. آرزو اینو یاد گرفته که همه رو دوست داره، حیونا رو دوست داره، نمیدونم طبیعت رو دوست داره، همه انسانها رو به هر شکل و چیزی که هستن دوست داره. خب چون میگم که هر چی این اتفاق بیفته. چرا دارم میخونم آقای احمد؟ چی نوشتی شما؟ آها. با سلام عزیزم، براتون آرزو خوشبختی میکنم. شما واقعا خانم با شخصیتی. منم از آلمان توی لایفتون هستم. متشکرم، مرسی که شما اینجا تشریف دارین، خیلی خوش اومدین. هر چی این اتفاق بیفته خیلی خیلی خوب میشه. چرا خوب میشه؟ ما روی خودمون که کار میکنیم و عشق رو جاری میکنیم، همون آدمی که نظر ما جانی آدم کشه، خواه ناخواه روی اون کار میشه. اینو جدی میگم. همون آدمی که نظر ما توی بعد منفیه، وقتی ما انرژی نذاریم بیایم قضاوتش کنیم و بیایم بگیم خب من الان دارم اینو تجربه میکنم، اینو میبینم، بیام رو خودم کار کنم، فرکانسمو ببرم بالا، روی عشق انرژی از دست دادم، چون نمیتونم اونو تغییر بدم. هیچ کسی رو شما نمیتونی تغییر بدی، ولی خودتو میتونی تغییر بدی. وقتی خودتو تغییر میدی این آدما کم میشن. انرژی انقدر فرکانسش بالاست، انقدر وقت. واسه همین کاری که دارم الان میکنم، هدفی که دارم، آرزویی که دارم، چیزی که درش هستم اینه که با هم بودن رو با عشق یاد بگیریم. حتی برای یک کلام برای همدیگه شفقت داشته باشیم. اگه الان اومدم اینجا لایو رو استارت زدم و از اینجا، از این تیلیبون میتونم من آرزو صحبتی کنم، پر از عشق باشه. لایوهای من دیدین یه موقع بچه ها دوستان میان اصلا فان میشه، اون هم قشنگه، ولی تا جایی که به کسی آسیب نرسه. پس نتیجه میگیریم هر کاری میکنی، قربونت برم، واقعا این خیلی خوبه که با هم بودن با عشق. هر کاری میکنیم، مثلا دیروز پریروز با پارسا میگفت، پارسا خودش میگفت دوست دارم که هنرمندای عزیز دیگم بیان در این شبای جمعه که ما هستیم، بیان ما ازشون یاد بگیریم. واقعا خیلی هنرمند داریم ما. مثلا من خیلی میرقصم، وقتی میرم یه عاشق رقصم، اینو فامیلای من میدونن. حالا شاید کسایی که مثلا اینجا من نمیشناسن ندونن، میگن خب این الان من از 2 سالگی نمیگم من قشنگ میرقصم، عاشق رقصم. این هنر رو دوست داشتم و وقتی آهنگی نواخته میشه دست خودم میرم و با عشق، چون اون لحظه وصلم و کیف میکنم. یعنی تمام سلولای بدنم احساس میکنم هم به رقص در میاد، هم داره اون چی میگن موزیکو مینوازه.
و عشق سعی میکنم بدم. هیچ چیز دیگه بجز عشق دادن نیستش. خب ولی اگر برم تو بود این که بخوام مثلا برم تو منیت، من مثلا اینجوری با هر کی هر چی هست عزیزه، هر انسانی مال هر کجا هست عزیزه، شعور انسان هاست که شخصیت آدما رو تغییر میده، یا میتونی بگی که یه کسی چقدر به دل میشینه به خاطر شعورشه. مرسی عزیزم. مریم جون شمایی، قربونت برم، شما احسن دیدی. و خود همین رقص انرژی رو جابجا میکنه. اصلا بدنت وقتی تکون میدی بدن رو، انرژیایی که به دردت نمیخوره رو میندازی بیرون و کلا میری با اون بدن، روح در بدنت مستقر میشه. یه خانومی توی همین برنامه ها اومدش به من، مثل شما مریم جون که حالا شما من رو تو لایوات دیدین، یه عزیز دیگه، مینا جون خوش اومدی عزیزم، من اومدش گفت یه انرژی خاصی داری. گفتم انرژی خودته، به جریان بندازش. اون چیزی که تو داری میبینی خودتو داری میبینی. ما باید زندگی کنیم، باید اومدیم انتخاب کردیم این کالبد رو که زندگی کنیم. حالا هر کسی هر جوری بلده. یکی با کتاب خوندن حالش خوب میشه، میتونه اون انرژی رو بگیره و اون انرژی رو گسترش بده. یکی با نمیدونم کارش. من الان تو کارم قدیمام دیدین استوریایی که میذاشتم، مثلا میرم سر کار، انقدر عشق به خودم به اون کارم میدم، اولا تایم اصلا نمیفهمم چجوری میگذره و احساس میکنم هر لحظه با اون آدمی که زیر دستمونه یکی میشم و دارم هی یاد میگیرم و این یادگیری میگم خدا رو شکرت که مغز من الان کار میکنه و دارم یاد میگیرم. یعنی برای هر چیزی سپاسگزاری میکنم. واقعا با رقص در حال زمان آدم و دقیقا یکی از چیزهایی که رقص داره همینه. حتی همون رقص سما یا هر رقصی فرق نمیکنه. کسی که میرقصه، آخه به زبان ایران ما به هنر رقص یه کلمه داریم میگیم رقاص. این کلمه الان دیگه تغییر کرده. رقاص دید قدیم ما بوده، قدیم قرنها پیشو نمیگم، مال همین 50 سال پیشو میگم. این کلمه زیبایی نیست. میتونیم مثلا میگن بشین با بتمرگ فرق میکنه. متشکرم، من ممنونم بچه‌ها که لایک کردیم، ولی واقعا من توی این نیستم که لایکی بگیرم. من دوست دارم خودم به خودم لایک بدم. وقتی که شب میخوام بخوابم نگاه میکنم روزم و کجا چه حرفی زدم، کجا چه کار کردم، کجا یه حرکتی کردم، اون موقع به کارهایی که کردم و ازش راضیم لایک میدم و شما هم بزرگواری میکنین. ممنونم ازتون. آره مثلا هنرمند، هر کسی هنری داره، حتی هنر زندگی کردن، هنر نفس کشیدن، هنر خودش. دیروز من داشتم با تکنیکای نفس پیش میرفتم، توی مسیر بودم داشتم میومدم، وقتی که رسیدم این بالا رفتم این درخت رو بغل کردم، بادم میومد، این درخت به این عظمت تکون میخورد و اون لحظه خیلی قشنگه وقتی که با خودت یکی میشی. اون انرژیه، ما همش پرتیم. اینو امتحان کنین. نفس کشیدن خودش یک نوع هنره، غذا درست کردن هنره، مادر بودن، مادر خوب بودن هنره، خواهر خوب بودن هنره، دوست خوب بودن، یعنی هر چیزی هنر میخواد. همسر خوب بودن هنره. در تنهایی خودت بلد باشی چجوری زندگی کنی بزرگترین هنره. از نظر من تنهایی وجود نداره، چون ما وقتی به دنیا میایم
2 نفریم. اینو یادتون باشه، همیشه هیچ وقت تنها نیستیم. و الانم وقتی که ساعتهای بیشتری رو سعی میکنم تو تنهایی باشم، مثلا اینم زیاد تو گوشی نمیام، واقعا دارم لذت میبرم ازش. حالا هر کاری که دارم انجام میدم، حالا یا یه چیزی میخونیم، یه چیزی مینویسیم، غذایی درست میکنیم، حالا هر کاری، هر چیزی که در روزمرگی انسان هست. پس هنر زندگی کردن تو همه چی هست. رقص هم یکی از این هنر هست که من عاشقشم، دوست دارم. چند روز شنبه بود تو خیابون، فکر کنم فیلیپینی بودن، آهنگ همجوری راه افتادم، منم با اینا میرقصیدم، واسه خودم میرقصیدم و راه میرفتیم، بچه ها اینا دنبالم بودن، دوستام اینا. گفتم ایرانیای عزیز میگه رفت، مثل توی سالونی رفته بودن با یه سری از اینا که لباسای خاصه، حالا مثلا هر کسی لباسای کشور خودش رو پوشیده بود، ولی ما از کشور ایرانیم، باید اینو خیلی تو همه کشورها بیشترش کنیم که ببینن که ایران چه کشوریه. هرچند که الان این چند سال خیلی دیده شده، خیلی ها براشون این سرزمین بسیار دیدنی و جذابه و دارن، درود ترمی عزیزم، خوش اومدی، دارن بیشتر کنکاش میکنن در موردش. حتی تو همین نروژ که یک کشور کوچیکه و کم جمعیت، الان خیلی میشناسن، خیلی در موردش حرف میزنن. همون روز یه آقای اومد جلو، یه آقای مسن نروژی بود، گفت شما قیافاتون، من با یکی از دوستان بودیم، گفت شما قیافاتون به فیلیپینیا نمیخوره، مال کجایین؟ گفتیم ما ایرانی هستیم. گفت به به ایرانی ها، من شاهتون رو میشناسم، الان نظرتون چیه؟ گفتیم الان توی یه پروسه تجربه سختیه، ولی به زودی اون اتفاق میفته. اون اتفاق چیه؟ من و شما بیدار شیم. تا من و شما بیدار نشیم هیچ چیزی تغییر نمیکنه. 100 تا آدم و رژیم دیگه هم بیاد، تا عاشق کشورمون و خودمون نشیم، تا عشق ندیم. من هنوز میبینم که خواهرم داره ناله میکنه وای خونش لب دریاست، چقدر آشغال میریزن. این یعنی دیگه الان واقعا، یعنی اصلا وحشتناک آدم میشنوه این چیزا رو. با بودن این همه دارن توی این فضاها میگن، بابا یه مشمع اضافه آدم با خودش میبره. این میشه عشق، این میشه عشق دیگه. حالا تا اینو ما به هر شکلی حتی از تفکیک کردن آشغالامون، یعنی ما اینو باید تو خودمون فرهنگ سازی کنیم. حالا اینا همش از ایران اومده اینور یاد گرفتن دارن اجرا میکنن و اینجا خیلی غم انگیز میشه. تمام این مسائل علی آقا شما خودت شروع کن. من وقتی رفته بودم ایران، خودم بچه ها میدیدن، خواهرم میدید، اونا خواب بودن، صبح بلند میشدم میرفتم لب دریا، یوگا یا حالا هر کاری که بلد بودم انجام، اون چیزی که حالمو خوب میکرد. حالا هر کسی، نمیخوایم زیاد اسمای قلمبه سلمبه مثلا بذاریم، من فکر کنم مثلا نه، اصلا به خدا هیچ چیزی نیست، همش دارم درویشانه صحبت میکنم باهاتون. یه هر